روز جمعه سعید به شما بینندگان عزیز مبارک باشد. برای هر یکتان آسایشی روزگار رو تمنا داریم و البته منت داریم که هر صبح خبرها را از آزادی ویدیو منتظر میشوید. شادی گلخوجه هستم. در نویدی بمدودی همراهتان با توضیح ها از تاجیکستان و جهان. در پراگ همین حالا ساعت رسو 7 است و نخست چون همیشه از باد و هوا برای شما معلومات میدیم. در مرکز جمهوری چک آب و هواشناسان امروز هوای ابری رو پیشگویی کردند. قرار است گرمی روزانه تا 29 درجه را تشکیل نماید. در مسکو هوا صاف و آفتابی است و روزانه تا 24 درجه گرم می شود. در پایتخت تاجیکستان امروز هوای ابری در نظر است. حرارت 33 درجه خواهد بود. پرزیدنت تاجیکستان امالی رحمان روز 29 август به چندی از وزیران، نمایندگان علم و فرهنگ، کارمندان مقامات حفظی حقوق و دیگران جایزه های بلندی دولتی سپرد. دفتر مطبوعات پرزیدنت خبر داد که مراسم سپردن جایزه به استقبال جشن استقلال برگزار شده و در اطلاع رسمی دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان که از شماره و انواع جایزه ها گزارش داده است، شرح کارنامه و خدمت های برنده های این جایزه ها آورده نمی شود. از روی عکس‌های نشر شده دیده می شود که در میان مقامات برنده جایزه ها مقامات و کارمندان ساختارهای حفظی حقوق زیادند. در بین جایزه داران امسال 6 نفر از جمله صاحبکار و داماد پرزیدنت شمسلو صاحبوف با اردن شرف درجه 2 قدردانی شدند. عکس شمسلو صاحبوف هنگام گرفتن جایزه روز 29 август در سامانه پرزیدنت تاجیکستان و صفحه های رسمی آن در فلیکر و فیسبوک نشر شد، اما پس از چند لحظه برداشته شد. شمسلو صاحبوف معاون پرزیدنت کمیته ملی المپیایی تاجیکستان از در فهرست یگانه دولتی شخصانی حقوق کمیته اندازی تاجیکستان نام او باعث مؤسس جمعیت سهامی پوشیده فراز ثبت شده است. ژورنالیستان مرکز تحقیقات فساد و جنایت‌های متشکلانه در یک گزارش در ماه سال 2018 گفتند شرکت فراز متعلق به شمسلو صاحبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان بوده یک شرکت مونوپولیست در بازار تاجیکستان است و نظارت بسیار ساحه‌های سردرآمد کشور از جمله فروش سوزشواری و جمع‌آوری شیر کمال را در اختیار دارد. در ضمن ماه август سال 2015 پرزیدنت تاجیکستان به دخترش آزاده رحمان که آن زمان معاون اول وزیر کارهای خارجه بود نیز اردن شرف درجه 1 را تقدیم کرده است. حالا آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان است. مقامات بختیار عبدالصمدوف برادر حسین عبدالصمدوف مرد متهم به قتل 4 سیاح خارجی را برای کمک به تحریضی و شرکت در آشوب زندان شهر وحدت ایبدار کردند. پیوندانش میگویند بختیار عبدالصمدوف از بیماری سیل رنج میکشد و امکان اشتراک در آشوب را نداشت. عبدالصمدوف 38 ساله سال 2009 باز با حکم دادگاه عالی تاجیکستان در زندان است. وی را به شریکی در جنایت، تشکیل اتحاد جنایی و کمک به ورود غیر قانونی شهروندان خارجی به تاجیکستان به 16 سال زندان محکوم کرده بودند. در پی تطبیق یکی از قانون‌های عفو حکم او تا 4 سال پایین آورده شده است. حالا او به آن متهم است که در مصلحت آمادگی با آشوب شب 19 می امسال در زندان شهر وحدت حضور داشته از آن مقامات را آگاه نکرده است و هنگام بی‌ترتیبی به محبوسان دیگر پیوسته است. این اطلاع از منابع رسمی است و تصدیق درستی آن از منبع‌های مستقل امکان ندارد. یک مقام آگاه از تفتیشات روز 29 август به ذکر نامش به رادیو زودی گفت بختیار عبدالصمدوف از پیش با چند نفری که آشوب را تحریضی می‌کردند ملاقات داشته است و پس از نیم ساعت آغاز آشوب با آشوبگران همراه می‌شود. این مقام گفت دادستانی تفتیش پرونده بختیار عبدالصمدوف و بیش از 20 محبوسی را که در آشوب زندان شهر وحدت دست داشتند به انجام رسانده است. قبلا شمار گمانبران بیشتر بود ولی دادستانی نسبت به بیش از 20 نفر عیب اعلام کرده است. قرار است روزهای نزدیک پرونده برای محاکمه به دادگاه عالی تاجیکستان فرستاده شود. در گذشته سازمان‌های عمومی حقوق انسان به تحقیق منصفانه آشوب در زندان‌های خوجند و وحدت دعوت کرده بودند. از جمله ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه در تاجیکستان ماه ایون امسال از مقامات طلب نمود سبب‌های سر زدن آشوب بی‌طرفانه و سری وقتی تحقیق کرده شود. در آشوب شب 19 می در زندان شهر وحدت 29 محبوس و 3 ناظر زندان کشته شد. مقامات نام محبوسان کشته شده را فوراً اعلام کردند ولی تا هنوز اسم آنهایی که برای شرکت در آشوب بازداشت شدند معلوم نیست.
در دادگاه نویایی پرومایسکی شهر بیشکک روز 29 август مرافعه تجدید نظری پرونده‌های رهبر حزب اتمکن اموربک تکیبویف و سابق سفیر دوشانقول چوتانوف شروع شد. با قرار دادرس شرایط نگهداری گمانبران تغییر داده شد. هر دو سیاستمدار در جریان بررسی پروندهشان در حبس خانگی یعنی در آزادی خواهند بود. تکیبویف و چوتانوف را از سال 2017 به این سو در زندان قرار داشتند نگه می‌داشتند و در بیرون بینای دادگاه نزدیکان و جانبداران تکیبویف با شعار و آویزه‌ها در دست آنها را استقبال گرفتند. روز 21 август دادگاه عالی قرقیزستان پرونده تکیبویف و چوتانوف را به بررسی دوباره به دادگاه نویایی پرومایسکی شهر بیشکک فرستاد. دادگاه گفت که از روی پرونده آنها حالت‌های نو آشکار شده است. سال 2017 بر اساس بیانات یک صاحبکار روس لئونید مایفسکی اوید به دادن پول در حجم $1 میلیون اموربک تکیبویف و دوشانقول چوتانوف به 8 سال زندان محکوم شدند. خود سیاستمداران این اتهامات را اعتراف نمی‌کنند و خود را قربانی سیاست‌های پرزیدنت سابق همکنون بازداشت شده الموسبک اتمبویف می‌نامند. پارلمان اوکراین نامزدی الکسی گانچاروک 35 ساله را به مقام سروزیر این کشور تصدیق کرد. در این باره اینترفاکس اوکراین خبر می‌دهد. گانچاروک جوانترین رئیس حکومت در تاریخ اوکراین است. نامزدی او را به مقام سروزیری پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی و جنای حاکم خادم مردم پیشنهاد کرده بودند. خادم مردم جنای اکثریت در پارلمان بوده وظیفه ائتلاف حاکم را اجرا می‌کند. پارلمان اوکراین همچنین رئیس خود را انتخاب کرد. رهبر حزب خادم مردم دمیتری رازومکوف رئیس پارلمان، روسلان استفانچوک و آلیونا کاندراتیوک معاونان او تعیین شدند. پرزیدنت اوکراین در جلسه پارلمان سخنرانی کرده گفت مردم کشورش از وکیلان نو انتظاری‌های زیاد دارند. اگر این انتظاری‌ها برآورده نشوند پرزیدنت آماده است آن را 1 سال پس پراکنده اعلام کند. در شهر کیف 29 август نخستین جلسه پارلمانی نو اوکراین برگزار شد. 424 وکیل سوگند کردند. در انتخابات نو پارلمانی اوکراین حزب زلنسکی 43% آوازها را کسب کرد. پرزیدنت آمریکا امکان توقف $250 میلیون کمک نظامی به اوکراین را ارزیابی دارد. به نوشته رسانه‌های غربی این اقدام از جانب هر دو حزب سیاسی مهمترین در صحنه سیاسی آمریکا اعتراض به بار آورده است. به نوشته خبرگزاری رویترز ترامپ فرمان داده است که برنامه کمک به اوکراین بار دیگر ارزیابی شود. این کمک‌ها را کیف در مبارزه با جدایی خواهان شرق اوکراین استفاده می‌برند. نشریه پالیتیکال روز 28 август نوشت که فرمان ترامپ معنای آن را دارد که پرزیدنت آمریکا امکان توقف آن را ارزیابی می‌کند. قصر سفید تا حال در این باره تفصیلات نداده است. یک منصبدار ایرانی میگوید یک موشک این کشور در عرفه پرتاب آن در مرکز کیهانی به نام امام خمینی ترکیده است. خبرنگاران میگویند ظاهراً این سومین پرتاب ناکام موشک از جانب تهران در سال روان میباشد. این منصبدار ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته است که سبب ترکیش موشک فنی است و دانشمندان جوان ایرانی روی حل آن را جستجو دارند. روز 24 август رادیوی ملی آمریکا با تکیه به نوارها از کیهان که مرکز پلنت لاب دریافت نموده است نوشت که ظاهراً ایران پرتاب موشک کیهانی را تیار میکرد. ایالات متحده آمریکا تهران را با آن متهم میکند که فناوری‌های کیهانی را برای رشد برنامه هسته‌ایش استفاده میبرد. ایران باشد این عیب‌نامه را چون همیشه رد میکند. وزارت امور داخلی تاجیکستان در نسبت امید حکایتوف یک ساکن شهر دوشنبه پرونده جنایی باز نموده است. این در حالی است که امید حکایتوف در شکنجه شدنش از سوی 2 مأمور میلیسا بارها شکایت نموده است. اخیراً مقامات دادستانی کشور پرونده پر سر و صدای شکنجه حکایتوف را با دلیل اثبات نشدن قطع نمود که این تصمیم باعث اعتراض وکیل مدافعش گردید. 2 منبع در وزارت امور داخلی کشور روز 29 август به رادیو آزادی گفتند نسبت امید حکایتوف با اتهام دزدی پرونده جنایتی باز شده است. منابع رادیو آزادی گفتند حدود 2 ماه قبل حادثه دزدی حکایتوف به قید گرفته شده است و تفتیش پرونده او را شعبه کارهای داخلی نویای سینا به عهده دارد. منبع گفت در تفتیشات دلیل‌های دزدی او اثبات خود را یافتند ولی شرح نداد که حکایتوف در دزدی چه چیزی متهم می شود. منبع از تفصیلات بیشتر خودداری نمود و تنها تاکید کرد که حالا حکایتوف به اتهام دست داشتن در دزدی در جستجوی مقامات قرار دارد. گلچهره خلمت و که از حقوق‌های امید
کویاتوف در رابطه با قضیه شکنجه شدنش حمایت میکند. گفت آغاز پرونده جنایی را در نسبت زیر حمایش از مقامات شنیده است ولی از تفصیلات بیشتری آن خبر ندارد. تلفن امیدی کویاتوف چند وقت باز فعال نیست و ادوکاتش نیز میگوید دیر باز نمیتواند با او هم صحبت شود. آغاز پرونده جنایی نسبت امیدی کویاتوف در حال صورت میگیرد که او را روز 31 مارس امسال با نشانه‌های آسیب پوشیده مایه‌دان و کفیدن مایه‌های چپ و راست به بیمارستان بردند. او دعوا دارد که دو ناظر منطقوی میلیسا شکنجهش کردند و با همین حیاتش را سوزاندند. و بینندگان عزیز، چون همیشه در پایان صحبت از قرب اسعار خارجی میگویم که برای امروز از طرف بانک ملی به این طور تعیین شده است: $1 2 سومانی و 68 درم است، 1 یورو 10 سومانی و 72 درم و 1000 روبل روسی برابر است به 145 سومانی که نسبت به روز گذشته 50 درم پایین آمده است. و با سپاس از یک شما برای همراهی. امیدوارم که در نشرهای بعدی صحبت‌های ما حتما با ما خواهید بود که بعد از تقریبا 3 ساعت دیگر در سرخط خبرهای روز با شما وامی خوریم. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار، روز خوب داشته باشید.